پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دل دار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کار. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سردست دستانت، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانم. گلم در قلب و در جانی، منم شیدا چو پروانه. حرف بابا تبریم میکنم تو رو صد بدرم بود کلو بیمایم. یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر. در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتاب ناب پندم از دعایت ای پدر. السلام علیکم بیننده های عزیز. امروز ما در خانواده استاکلان غفور بابا هستیم. غفور عمک نام خود را با کتاب کلانترین جایگیر کردند که نام نیکشان را از خود ماندند و تا حال به همون نام صادق کار کرده استادند. به خاندان هر یک همین ساکنان دهه بیرون از دهه رفته استاگی کرده با هنر خود در آنجا از دل آنها جای گرفتند که امروز جشن زادروز دارند. در جشن زادروزشان باشد از نام فرزندان عزیزشان تبریک میگوییم و همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفته پیری بر نادل، توی عاشق ترین دل دار. پدر جان معنی زیبای. السلام علیکم مادران عزیز. السلام علیکم خویش و تباران، مهمانان خانواده استاکلان غفور عمک. همه شمایان را به این درگاه پرفیض و زیبا خوش آمدتان میگویم. اکنون برای من همان استاکلان که نامشان را به تاریخ مهر ساختند، نام نیکشان را، البته غفور عمک همراهی نگار خاله لازم است نکته برایشان خرسک زنه براستی میارزه. به همه نازوان تو مرا امید و دلگرمی. نگار خاله بیدویانی من. السلام علیکم. غفور عمک زادروز مبارک. روزی تولد را، میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگویم. مهمانان به همه عیان است و معلوم است از انسان نامی نیک جاوید زنده میماند. تا حال باشد بعد همون نام خود
موافق مناسب شده برای خلق و وطن، برای همین آبادی خاندان هر یکی ما مهنت کرده تا حال مهنت میکنند. غفورآمد استاکلان دیهه آهنیک هستند که البته بیرون از دیهه در دیگه ها البته در شهر سمرقند کار میکنند و از آن هنری دستشان البته مردمی سمرقندی ما بهره‌مند میشوند. امروز همین مردی هنر ابر مردی دیهه ما جشن زادروز دارند. غفورآمد زادروز مبارک باشد. آن چند ساله مهنتی که کردید و کرده ایستادید، حضور و حلاوت فرزند و نبیره ها را بینید. امروز شما را از نام تمام فرزندان عزیزتان، از نام فرزندان باهیرمک که گفتن از روز خرسندی و شادی و غم ما همیشه با خبر بودند، مانند فرزندان خود با یک چشم نگاه کرده همیشه ما همه خودی خواهر و برادر بر این کلان شدیم. گفته گذارید که از نام ما هم تبریک کنیم. همیشه صحت سلامت گردند. از خوردی برای ما با یک دستان خود یک چیزها را ساخته میدادند که در قلب ما آن لحظه ها حالا هم محبوب شده است. همیشه صحت سلامت گردند. دوست می‌داریم شونه. انسانی خوش شخشق هستند و در دلشان غمشان نیست و مانند خود همیشه خوش شخشقی میبخشند در همه نشست‌ها. البته میخواستیم همیشه صحت سلامت گردند و برایشان رسانید چشمه‌هایی از محبت نور شرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر، با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بهر اقبال و سعادت در نبردی زندگی، از سر جانی عزیزی خود گذر دارد پدر. مهمانان، خود من خردکک بودم که غفورآمد را استاکلان میشناسیم. از همون خورده از ارهای صنعتیشان بهره‌مند شدیم. یک کوزه های کلان میسازند از خاک گله که اثر صنعتی میشود. این هنر است که خداداد است. نام خودشان را البته با یک حرفای کلان نوشته ایستادند. خدا کند که همین فرزند و نبیره ها ایزی پای قدم شما را هنر شما را گیرد و البته به همین نام شما موافق باشند. امروز فرزندان اصیل را با مهنت حلال همراهی نگار خاله به وی رساندید که آنها صاحب کسب و کار هستند و البته مانند شما در خدمت مردم هستند. همیشه صحت سلامت گردید. زادروزتان مبارک. امروز 63 سالگی پیغمبر سالی را برایتان مبارکباد میگوییم. خدا کند همراهی خاله جان عزیز به زیارت کعبه الله نصیب کند و به صف حاجیان باز حاجی ها زیاد شوند. به نام تبرکیتان باز یک نام زیاد شود، حاجی بابا شدن برای شمایان نصیب کند. با چنین نیت های نیک و آرزوها در اینجا کتاب قیمت بهاترین را برای شمایان آماده کردیم. زادروزتان مبارک باشد. کتاب قرآن را پیشکش میکنیم. مرحمت. برای راحت روحم به سرداری شوق کن، پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان میری آثاری در این دنیای بیرحمی. نگار خاله چند سال شد که از که ایرو گذشتید از میران خود؟ 47 سال. 10 سال پیش هم آماده بوده نه؟ یک خیشو تبار کو؟ من اومدم رفتم نگفتم که یک لیلا 38 سالگی. هر کسی رو بیاد شنگش رو بنویسه. خیلی 40 سالگی اخت نکاح. 40 سال بر راست شکوی چند بار گل پدرکه کردن؟ هر روز گل پدرکه میکنن. پیش ماشین با میشونن گیرو میبرن او رو میبرن همه گل در بخش نمورن اکنون من درماندن یا کنن. خدا کند که 120 ساله شوید هر دویتان. چقدر مهنت ها کردید، چقدر مشقت ها دیدید. خدا خواهد
حضور و حلاوت الان مشقت ها را دیدن، دم پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند. حاضر باشد ما یک گلدسته داریم. غفور بابا از ازل با سنگ و با همون جسم های سخت گل می ساختن. امروز بیلایی باشه آمردن برای شما، خودشان می سپارن دستشان کتی. زاد روزتان مبارک باشن. برحمد سپار نگاره خورده و البته اعضامی غفور بابا نبیره چند تا؟ 13 تا دوامش 8 سالی خدا خواهد. اعضامی نبیره ها عکس های زیبای شما آویزان خاندانتان باشد. هر بار دیدن نبیره ها را دعا کنید. مرحمت قبول کنید. اعضامی داستان جان، اعضامی نبیره ها. و البته در اینجا شیرینی هست. پیش از شیرینی اعضام دختران هزاران رحمت میگویم و اعضام دختر خورده به فکرم. اعضام دختر خورده گفتن که تا حال خبرگیره که من حاضر که عائله ما در مسافرت کار کرده ایستادن برای فرزند ما، برای عائله و رونق و رواجیابی اهل خاندان ما، پدر ما باشد. هر روز و هر ساعت ها از حال احوال ما خبرگیر هستند. هزار رحمت بودگشان و شکر میگویند دختر و فرزند و پسرها. حاضر باشد شیرینی داریم، یک جای شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم، بعد از آن باشد سخنهای تبریکاتی را میشنویم. مرحمت تارها را نزدیکتر بیاریم. مرحمت. مرحبا شیرینی را میبریم. زادرش مبارک. آفتاب خاله بیان آشان بیستید. شما سرخان علمین ها دعاوی اینها بیان آشان بیستید. السلام علیکم. خوارکای شیرینم دادرکم جیانکم اصلکم شیرینکم خشکم میرون کلیها درد بالاهات نگیرم من او کویاکم ایلایم ساد بدریا زنکش که خوشا پیر شود هیچ وقت کسال نشود مایسگله همه شهر برده آوردن گیرن نگارا جان نگاری شیرینی من نگار جان یک شعر من آبادم یار آزادم یار آسمانم یار آرامم یار آبادم یار آفتابم یار هیچ وقت او که من
اوکایا که من وای نشم یک خوشا پیر شوه نه که آباد بودم آراد بودم افتاب بودم دادره که من غفور جانم تو کیف کده گشت آراد داده نازنین شده همین ماشینا با این رو میری اون رو میبینی رحمت فقط همین هیچ که ایزن نکنه که ما ایسا کن توغام گفتم مردگی گیجایی که خواهد یکش میره او که یکم سرم با ساق کرده منو گور کنم او که یکم ساق سلامت کرده خوهرکم هم ساق سلامت کردم هیچ وقت کسل نشوه الهی یکم کسل نشوه لیکن یکم بایگری این سلامت باشه اگر بایگری هم نوی ساق کرد الهی فقط سنگ ساخته کرد توق ساخته کرد صورتی منم عبیزت نساخت رحمت سلامت باشید شهری گل خدا مرحمت السلام علیکم مهمانان و مهمانان کرام خوش آمده به درگاهی دادرک من به دیدن نقش روی تو به گوش گفتگوی تو هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو برادرم بجان و دل برادری بجان و دل برادرم زمان کودکی من تو از همه کلام بودی جوانی پهلوان بودی چناری سایبان بودی برادری بجان و دل برابرم در این دنیا تو را دارم برادر همه وقت در برم باشی اکا جان شیرینه کن دادیا که شیرینو یانگم جان الهیم همه وقت خودسان کرده در سرکمون ساق سلامت کرده اکیاکم الهیم تا زنده باشم دادرکم در سرکم زنده باشم الهیم ساق باشه حضور یعنی بچه اکاتونو بینه اکیا که شیرین خیلی بعد دقیقه دارم سنجا گیرم اومد السلام علیکم اکا جانکم الهیم صد بدروی سیت اکا خوردکی دلی منای الهیم صد بدروی سیت اکا الهیم خسال نشوان سیت اکا خوارم دادرم خسال شدم و اکاشون نیست الهیم ساق کردم اکا جان دل جونه کن الهیم همه وقت ساق کرده شما هم خیلی ناز میبینم که هم تو نفسه کن اکا مستیم گیره میکنم سه رحمت دویره من مرحمت اکا جان الهیم همه وقت ساق سلامت باشه ساق سلامت باشه عزت زدم پایین اولا زیچ کدم کارتا کرده اکا همه وقت ساق سلامتی به سلام باشه عمری دراز رزقی فراز می‌کنم. بنابراین اثری موفق سلامت داشته شد. رحمت و اکنون نگار خلاص ها چند تبریک کرده شما راست شگوی فقط 5 سفر وقتی گاوجوشی بمی 4 مرحبا السلام علیکم هم یکای مهمونکو شما آمده به درگاه مون نوی مردکتون سر بدرویم سر بدرویم در سرکم ساو کردم دوشا پیشم میرم باید دست میرم نکنه من نمردم ولی نوی هم وقت خوش خورسان کردیم من فرزندکم عمره که دراز من پیشت فرزندکم منم هم تو ساق سلامت گشتم الهی نصیب کتی رحمتو سر بدروی روزی بدم نبینم زنکاتون الهیم از روزی بدم من تو همه چیگاه تا همه کشیدگیم بعد پیشت زنید بچه های همینو بعد پیشت دخترکم من نیو کردم من همه قدبای بدر اومدم یکی رو میمدم که خطون دست خدا بدیاروش الهیم هم تو کلنکم که تو شپیر شام بچه کم مردکر من خیلی سر بدرون از سرون تو من هستم گردنه خیلی بعد از سری من اکن بعد اختیار شوندی چکار کنم مبارک باشد صدق فرزند زنه دادرز مبارک
ما هر بار در تو یا یک روز خورسندی باشیم اگر یوسف اکا برآمده تبریک گویند یک سخنهای خوش رو میگویند سخنهای نیک شعرهای زیبا رو برامش میرسانند یوسف اکا مرحمت یعنی پدر من نزدیکتر رسیم اکا شرکت تبریک کنیم مرحمت روان کلاکا گذارید شمایم مرحمت یوسف اکا سر بدوره بیوتونا شوق سلامت در سرین آموگان همه بردگی هم اپشتی شما دادا من تا زنده هست کنیم من همه چی که یافته میم اپشتی دادم چی میگم بگیم ساخ باشم سرین آموگان رحمت ازیزی مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاه پدرجانم اکا جانم الهیم داد یکم بی یکم سلامت گردم سرکان با تا دنیا هید یکاشونم باشند الهیم پا یکاشون با خار نخلا همه وقت با پشت پناهش خدای مهربان نگاه دارم پدر تو تکیهگاهی زندگانی عزیز و باوری خاندانی برای ما همیشه مهربانی پدر بیمار نشو مادر بیمار مشو الهیم هیچ وقت کسل نشوم همه وقت روزی نغزی زندگی دگردم رحمت آنسومایتی مرحمت السلام علیکم مهمانای عزیز خوش آمدید همه یکتون درگاهی امکی منبع امکی انگملو الهیم یکتون صد بدروی دولتی پیریه با همدیگر الهیم خوش و خورسند گذرونه همی امکی انگملو برای ما همی خیلی آدمی نزدیک هستین که روز خورسندیام نم روز خفگیام نم همه وقت دیلون پره که همی امکی میانگملو ما هم به نزدیک هستیم همه وقت خبردار میشن همه هم کسل شوه امکی برآورد شما ما هم کسل میشه خورسند باشه برآورد شما ما هم خورسند میشه خدای مهربان الهی همی سری آیلی ما هم بایم سری پدر و مادر هم بایم الهیم همی امکی ینگملام زنده باشن نو خبرداره که ما هم باشن هم یکاتون را رحمتی کلون السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به برنامه ما و همه گلوی ما 100 ساله شده بیمون که خوش پیش شده دولتی پیلیه نصیب کند حضور الواتی فرزند خوبنانه و رو خودنت دگرده الهی سفرکای حج بپرسوندم نصیب کنم اونا بلاتون با چی نیت داره نیت اکاتون برسه اینجی وقت کسل نشوه همین باو که تیم باو که مشنه کتاب الهی بابا جانکم 120 بدران اونم که سوق سلامت کردم در دل چی نیت که دوران همش به عمل شوه بابا مانا ایرو دایرو کشیده کردم خدا جان الهی ماشین شو بارون نشه پدر حال دوست چو مادر نیک فرزندش دوامی عمر وی باشد زی بس که این جگر بندش نمی خواهد و دنیا دهد از خنده او را نماید جان خود را صدقه یک حرف دلبندم السلام علیکم هموتون بزن سر بدرویم من وقت ساق سلامت کردم تو بر ماغم کار بابا دیت خدا برات عمری دراز ای بابا ای پدر جان خاکی پایت میشوم وقتی پیری من عصایت میشوم در همه دار و ندار و زندگی روی اولی کخش پایت میشوم غفور بابا درجنتون که تبریک میکنم سر بدروی غفور بابا تبریک میکنم تو سر بدروی الهی بختکان به ساق سلامت گرده
شمع 100 ساله او در ده نبیند زی عمری خوشگذر گرده نبیند زی عمری خوشگذر ای گل و داغ به 100 سال دیگر گرده نبیند غفور بابا تشریف میکنیم سرداد رایه بابا زنی من مهربانی من دیدم گوشنه من سانی تشنه من بارک علاو کنه آشی بالا کنه بابا جان سرپد روی پاپوچ کالو بیمایا سامایا سسیبایا روکی زایتیه تاسکی دوبره رحمت تشکر میکنیم. اکنون در این باغ زیبای غفورآمد همه شما را به رقص تکلیف میکنیم. بیرون باد و هوای زیبای بهارانه یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. زادروزتان مبارک باشد میگیم. مرحمت سرودهای شیخ برای شمایان. مرحمت. سلامته که این بازن آمده ای بچه خوش آمده
اینک بیننده های عزیز، امروز ما ابرمرد دهه اهالیک و البته استوکلان غفور بابا را در جشن 63 سالگی پیغمبر سالیشان تبریک کرده. لحظه های خرسندی را طریق آینه نیروگویی پیشکش شمایان کردیم. با ما باشید، با شبکه شهرمان سلامت باشید. روزی ناز ببینید.